در زمان معاصر حتی کودکان خردسال را به تلفن یا تلویزیون تصور کردن دشوار شده است. بسیاری از والدان برای یک چند دقیقه آرام نشستن کودک به او مولت فیلم میگذارند یا سمارت فون را به دستش میدهند. اما متخصصان هشدار میدهند که برای کودکان تا 2 ساله استفاده اکران عموما توصیه داده نمی شود. طبق دستور تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، کودکان از 2 ساله خرد نباید تماما وقت اکرانی داشته باشند و کودکان 2-4 ساله نباید زیاد از 1 ساعت در یک روز به اکران نگاه کنند. سبب این توصیه ها آن است که در این سن و سال معاینه کودک از معاشرت و بازی واقعی انکشاف می‌یابد، نه از تماشای ویدیوی اکرانی. وقتی از حد زیاد نزد تلویزیون یا تلفن گذراندن میتواند به رشد نطق، دقت و حتی بینش کودک تاثیر منفی رساند. البته در عمل کاملا دور نگاه داشتن کودک از تلفن دشوار باشد هم، ولی کوشش کنید که حداقل تا 2 سالگی این کار را کنید. بگذار او بیشتر با بازیچه‌های خود بازی کند، رسم‌های کتابچه را بیند، با شما گپ زند و به بیرون نگاه کند تا چشمانش و ذهنش طبیعی فعال شود. اگر هم مولت فیلم تماشا میکند، کوشش کنید برنامه‌های با صفت و کوتاه را انتخاب نمایید. مثلا برای سن 2-3 یک مولت فیلم 5 دقیقه‌ای نه کفایه است. بهتر از هنگام تماشا خود شما هم نزدش باشید، شرح دهید که در اکران چی میگذارد. در خاطر دارید که تلویزیون جایگزین نگاه مهربانانه پدر و مادر شده نمیتواند. پس کوشش کنیم که دنیای اطراف برای طفل از اکران چارچوب بسته تلفن هم رنگین‌تر و شوق‌آورتر نمایان گردد. آیا شما با کودک خود مکان تماشای مولت فیلم ها یا بازی های تلفن را میدهید؟ اگر ها، چقدر وقت و کدام نوع برنامه ها را بهتر میدونید؟ شرح شما را در کامنتاری انتظاریم. یادآور میشیم که سرپرستی برنامه ما شرکت لینداوید می باشد. لینداوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.